سلام به روی ماهتون. بریم با هم دیگه شباهت و تفاوت یک 5 ضلعی و یک 6 ضلعی رو پیدا کنیم. 5 ضلعی و 6 ضلعی هر کدوم تعدادی ضلع و گوشه دارن که اندازه ضلع‌های همه با هم برابر و مساویه. همونطور که می‌بینید تمام ضلع‌ها توی 6 ضلعی و توی 5 ضلعی با هم برابر و مساوی هستن. پس توی شباهت میتونیم این رو بنویسیم. من برای شباهت نوشتم اندازه ضلع‌ها در هر دو شکل با هم برابر است. اما تفاوت 6 ضلعی با 5 ضلعی چیه؟ همونطور که از اسمش مشخصه، یکی از شکل هامون 6 تا ضلع داره و 6 تا گوشه، اما یکی دیگه از شکل هامون 5 تا ضلع و 5 تا گوشه داره. پس توی تفاوت میتونیم به همین تعداد ضلع ها اشاره کنیم. در تفاوت نوشتم در 5 ضلعی 5 ضلع و 5 گوشه داریم، اما در 6 ضلعی 6 ضلع و 6 گوشه داریم. همونطور که بهتون توضیح دادم، شباهت از شبیه بودن میاد و چیزی که توی هر دو تا شکل شبیه به همه اینه که هر دوی شکل هامون اندازه ضلع هاشون با هم برابر و مساویه. اما توی تفاوت دو تا شکل مختلف نوشتیم در 5 ضلعی ما 5 تا ضلع و 5 تا گوشه داریم، اما توی 6 ضلعی 6 تا ضلع و 6 تا گوشه داریم.